برای نخستین بار یک شرک در ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان در مساحت 3 کیلومتر به کمک تکنیکی و انجینری وزارت دفاع امارت اسلامی ساخته می شود. در این شرک بیش از 1000 دکان در نظر گرفته شده، اما باشندگان این ولسوالی درباره روند دریافت هزینه برای ساخت آن ابراز نگرانی کرده بودند. با این حال حیاتی که از سوی مقام ولایت به این ولسوالی اعزام شده اند، این نگرانی ها را رد کرده و تاکید کردند که هیچ مانعی برای توقف کار این پروژه وجود ندارد. دلته خلکو شکایت کړو نور د تخنیکی زمینداری سیزمکه غیر قانوني توزیع شوی شهرکونه پکې جوړ شوی دي. موږ راغلو د نږدې نه ولیدله، خلکو سره خبرې وکړلې، حاجي حفیظ صاحب سره کېناستلو، مجلس مو سره وکړو. نو دلته سرکسازي کار ډېر ښه جریان لري او دغه شهرک چې دلته جوړ شوی خلک ترې راضي و، ډېر ښه جوړ شوی، خو هغه کم کارونه سی بعضی پاتی و هغه باید قانونی سی. بعد از اینکه شرک جور شد برای مردم از همه چیزش امکاناتش مرفوع میشه. فعلا در ولسوالی کرامنجان یک سیر بلند مثال 500 میشه. داو که جور شد هر قسم موترهای کلان میاد، یک سیر بلند اگر 100 روپیه کیلو میخره، در وقت 3 روپیه کیلو میخره. این بسیار برای مردم مشکلات مردم حل میکنه از هر نگاهی. با گفته باشندگان روند دریافت دکان‌ها به صورت عادی ادامه دارد و هر دکان در بدل 5 تا 7000 افغانی به متقاضیان داده می شود. درباره شرک و دیگه درباره دکان‌ها، این هم یک آبادی است که به ما آمده و ما در قرنهای آبادی و این سرک ما ندیده بودیم. فعلا که موجود است آمده، ما این تشکر میکنیم. فعلا با خصوصا از وزارت دفاع که فعلا وسایلش و دیگه کارش فعلا در اینجا جریان داره. مانده جمع شد، شستمر کردن، باعث فرقانی دادن، شرک احساس کرد، تاسیس کرد و پیسه هم که همین دکان‌ها همین مردم جمع شد، همین شرک، همین گلدان، همین دریاخانه مصرف شد. گفته شده که پول به دست آمده از فروش دکان‌ها در ساخت گلدان‌ها، چوکه‌ها و سایر بخش‌های این شهرک هزینه می‌شود. ساخت آن علاوه بر معیاری شدن شهر این ولسوالی، زمینه را برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در کران و منجان نیز فراهم می‌کند.